پیامبر میفرمایند وقتی از الله تقاضا میکنید خدایا بهشت، جنت الفردوس را تقاضا بکنید. این جنت الفردوس کجاست؟ پیامبر میفرمایند و اعلی الجنه، بالاترین بهشت جنت الفردوس، و فوقه عرش الرحمن، سقف این بهشت فردوس عرش خدایه. خدایا چی می شود آن روزی که در بهشت و در جنت الفردوس قرار بگیریم، سر خود در بالا بکنیم، سقف خانه ما عرش تو باشد. سقف خانه ما عرش تو باشد. ای الله خدایا این خیلی زیباست، در بهشت در کنار پیامبرت باشیم، سر بالا بکنیم عرش تو را ببینیم.